نوروساینس تمیزترین علم کثیف دنیاست. توی سفر اخیرم که به کشور آلمان و بازدید از کمپانی بنز داشتم، برام خیلی جالب بود که بیشترین بودجه آرندی یا همون تحقیق و توسعه کمپانی بنز مربوط میشه به بخش آکوستیک یا آواشناسی این مجموعه. جایی که دارن روی آواها کار میکنن تا فردی که از خودروی بنز پیاده میشه و در خودرو رو میبنده، صدایی که از بسته شدن در خودرو ایجاد میشه تو ذهن اون فرد ایجاد حس غرور کنه. ما اصطلاحاً به این کار میگیم نوروساینس یا تاثیر حواس پنجگانه روی مغز. شاید برات سوال بشه که این علوم جدیدن؟ بله، آکادمیکش تقریباً به جولای 2017 به بعد مربوط میشه. ولی بخش سنتیش همون موقعی بود که جیگرکی محلمون میومد یه تیکه چربی و روی زغالا مینداخت و برمیگشت تو مغازش تا بتونه از راه بینی مغز مخاطب رو تحریک کنه تا اقدام به خرید کنه. اگر شما قواعد فروش عصبی رو یاد بگیرید، تازه متوجه میشید که فروش چقدر مقوله جذاب و دوست داشتنی میتونه باشه. اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری رو تو این حوزه بگیرید، کافیه که کلمه آلمان رو برای ما کامنت کنید تا یک کلی چیز جدید از هم یاد بگیرید. به همین خاطره که من میگم